این جوانان میخواستند به مرکزی خوروغ روند. در نزد بینای حکومت ولایت گردی همایی کرده استعفای مقامداران را طلب نمایند. آنها 16 می از محله برخوروغ به مرکز حرکت کردند. اما نیروهای نظامی راهشان را با گاز اشکاور و تیر رزینی گرفتند. مقامات تنها بعد یک روز حادثه را تصدیق کردند و گفتند در این ناآرامی یک جوان کشته و 3 افسر زخمی شدند. اما ساکنان در خوروغ از جراحت نزدیک به 10 ساکن عادی در این حادثه ها خبر می دهند. مقامات درباره مجروحان دیگر چیزی نگفتند. از جوان کشته شده زمیر نظری شایف نام برده می شود. او ساکن 30 ساله محله گولکین خوروغ است. به اطلاع برخی از شاهدان حادثه، شام دیروز در اینجا بین جمع آمدگان و نظامیان بحثی لفظی سر میزند. به گفته آنها ساکنان برای حمایت خود به دست سنگ میگیرند. مقامات گفتند نظری شایف این گروه را رهبری میکرد و با نارنجک به بینای دادگاه ولایت حمله کرده است. ساکنان این را رد میکنند. آنها میگویند زمیر نظری شایف بغیر از سنگ سلاحی نداشت. اعتراضگران استعفای رئیس ولایت و چند منصبدار دیگری بدخشان و تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر را طلب داشتند. آنها 2 روز پیش هم جمع آمده گفتند اگر طلبهایشان بررسی نشود تظاهرات برپا میکنند. مقامات آنها را اغواگران و طلبهایشان را غیر قانونی نامیدند. در نواری که در لحظه اعتراض طریق تلویزیون بدخشان گشته و برگشته نمایش داده میشد، دادستانی ولایت از ساکنان میخواست به تظاهرات همراه نشوند. در عکس حال جزا خواهند گرفت. با گفته ساکنان حالا در خوروغ راههای اساسی و برخی از اداره‌ها از جمله مکتب‌ها بستند. وضعیت در ولایت بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف در عملیات بازداشت و اعتراض 4 روزه در خوروغ پیچیده است.